وقتی کفار و مشرکین این نشانه های خدا را میبینند میگویند این سحر ناپایدار است، این سحر ناکام و ناپایدار است، زود از بین میرود. عزیزان من بیاییم که چشم بصیرت بین خود را آگاه بکنیم، چشم بصیرت بین خود را بینا بگردانیم تا حقیقت ها را ببینیم پیش از این که مرگ به سراغ ما بیاید و قیامت ما برپا شود. این علامه ها و نشانه های قیامت ما را باید بیدار بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود دیگر از علامه های قیامت و نشانه های قیامت انقراض اصحاب من هستند. بعد رسول صلی الله علیه و سلم فرمود دیگر از نشانه های قیامت بیرون شدن آتش است از سرزمین حجاز. در 654 ام ابو شامه، ام حافظ ابن کثیر، ام علامه قرطبی رحمت الله علیه، ام امام نووی در کتب خود می آورند که در سرزمین حجاز روز از روزها یک زلزله بسیار خطرناک شد که تمام خانه ها را می جنبانید. بعد از این آواز شنیدیم، آواز بسیار خطرناک از طرف آسمان. بعد از این آواز آتش نمودار شد. تا 3 ماه این آتش شعله‌ور بود، آنقدر شعله‌اش بلند بود که مثل کوه‌ها. 3 ماه این آتش همین قسم روشن بود، حتی رودها، دریاها از آتش جاری شده بودند. میگفتند زنان مدینه پشم خود را برای روشنایی این آتش شبها می‌ریشیدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید این آتش در مدینه روشن می‌شود، در سرزمین حجاز حتی گردن شتران در سرزمین بصره دیده می‌شود. 3 ماه این آتش روشن شده بود در 654 هجری که تقریبا 900 سال از امروز می‌گذرد. این دیگر از علامه قیامت که به وقوع پیوست تمام شد و رفت. بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود دیگر از نشانه های قیامت به حضرت عوف ابن مالک فرمود دیگر از نشانه های قیامت فتح بیت المقدس است. چی است؟ فتح بیت المقدس. چی وقت به وقوع پیوست؟ در 16 هجری سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه بیت المقدس را فتح کرد. باز بار دیگر به دست صلیبی ها افتاد، در زمان صلاح الدین ایوبی فتح شد و ان شاء الله بار دیگر به دست جوانان این امت فتح می شود.